خامنه ای عرب پرست. بعد ما تو شب عاشورا ظاهر شدی میگی ای ایران ایران بخون و باهاش سینه میزنی که مثلا بگی عاشق ایرانی. تو همونی نیستی که برای ایران تبعید شدی، برای ایران تو زندان‌های ساواج شکنجه شدی، برای ایران 8 سال جلو بحثی‌های صدام جنگیدی، برای ایران دستت رو از دست دادی. تو همونی نیستی که ایران رو تو محاصره همه دنیا به رتبه اول پزشکی رسوندی، به علم ساخت داروهای خاص و واکسن رسوندی، به علم ساخت موشک‌های هایپرسونیک رسوندی، به علم ساخت پهپاد و فضاپیماهای تحقیقاتی رسوندی. تو همونی نیستی که همه دنیا دور هم جمع شدن که ایران رو به زمان پهلوی برگردونن و بین خودشون تقسیم کنن، اما با وجود تو جرأت نمی‌کنن. تو همونی نیستی که ایران رو به امپراتوری شکست ناپذیر دنیا تبدیل کردی. آقای خامنه ای، تو ایرانی ترین ایرانی و ما وفادارترین ایرانیان تاریخ ایران به رهبرمون هستیم. عاشورایی ای میهن خدایی